باره گام چه بیرو یه چیزی میگم تو کلت فرو کن. فقط یه بار دیگه ببینم مزاحم دخترم بشی دودمانتو سیاه میکنم. چی کارش هستی میری رات بازی هم میاری برای خواست کاره؟ حاجی ما با هم حرف زدیم. خب حرف زدیم چی شد؟ الان داری شما زیر حرفت میزنی. چی میخوای از جون من؟ سارا تموم شد. سارا داره ازدواج میکنه. برو دنبال زندگی. 4 ساله دارم جون میکنم، به کوب کار میکنم، از همه چیم زدم فقط به خاطر اینکه بتونم زندگیمو جمع کنم. تو این مدت هر کاری بگی کردم، از حمالی کف بازار بگی تا کارگری یا فروشندگی و پیک موتوری، تو سرما و گرما مثل سگ دویدم، آخرش هم به اینجا نرسیدم. الان مقصرش منم. نه مقصرش منم حاجی، من مقصرم. هر روز داره همه چی گرونتر میشه. من مقصرم، کل سالو دارم کار میکنم بتونم یه پراید بگیرم، سر سال قیمت پراید یهو 3 برابر میشه. من مقصرم، هر روز پولی که تو جیبمه داره بی ارزش تر میشه. من مقصرم دیگه حاجی، من مقصرم. به والله از همین الان بخوام تا آخر عمرم کار کنم، نخورم نپوشم نخرم، بازم 100 سالگی نمیتونم یه خونه برای خودم بخرم. کی همچین حرفی زده؟ مگه خواستگار سارا تو این مملکت زندگی نمیکنه؟ از کجا آورده خونه خریده؟ رفته توی یه شرکت بیمه داره کار میکنه، نماینده‌شون شده داره پول در میاره. اصلا اینا رو ولش کن. یه سوال ازت میپرسم راستش بگو. اگه خودت تو این وضعیت بودی دخترتو میدادی به یکی مثل خودت؟ نه نمیدادم. پس واقعا اگه دوستش داری برو مثل خوشبخت شی.